منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره اهمیت دعا صحبت بکنیم که یکی از عبادت‌های مهم در دین مقدس اسلام است. دعا عبادت است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که دعا عبادت است. الله سبحانه و تعالی ما و شما و همه انسان‌ها را برای عبادت خود آفریده است. در سوره زاریات آیه 56 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را نیافریدم، یعنی جنها و انسانها را نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت بکنند. یعنی جن و انس در زندگی هیچ هدفی ندارند مگر عبادت الله سبحانه و تعالی و اینکه الله سبحانه و تعالی را به یگانگی بپرستند. بسیاری از علمای امت اسلام در تفسیر این آیه مبارکه فرمودند که لیعبدون یعنی لیوحدون، یعنی الله سبحانه و تعالی را به یگانگی بپرستند و غیر از او تعالی کسی دیگری را نپرستند و به او شریک نیاورند. عبادت یعنی خضوع و فروتنی و تسلیم شدن همراه با محبت و اطاعت، یعنی پیروی از دستورات الله سبحانه و تعالی و دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اجتناب از آنچه که آنها ممنوع قرار دادند، یعنی آن اعمالی را که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سنت مبارک خود منع قرار دادند و ما را از آنها امر کردند که به آنها نزدیک نشویم و آن اعمال را انجام ندهیم. وقتی که ما از این اعمال اجتناب بکنیم و دوری بکنیم، در حقیقت عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام دادیم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در تعریف عبادت و در تفسیر این آیه مبارکه می‌فرمایند که عبادت اسمی است در برگیرنده مجموعه گفتار و کردار ظاهری و باطنی که الله سبحانه و تعالی دوست دارد و میپسندد. پس آیه دلالت دارد بر اینکه لزوما باید هر گونه عبادت فقط برای الله سبحانه و تعالی باشد و چون که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که دعا عبادت است، پس دعای ما نیز فقط باید برای الله سبحانه و تعالی باشد و در دعای خود کسی دیگری را به همراه پروردگار سبحانه و تعالی شریک نیاوریم. در سوره انعام آیه 162 و 163 الله سبحانه و تعالی در آیه مبارکی که به دقت با آن توجه نمایید می‌فرماید که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. بگو، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امتت بگو، به پیروانت بگو که نماز و تمام عبادات من، زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است، همتایی برای او نیست، یعنی هیچ کس مثل و مانند الله سبحانه و تعالی نیست و به همین مأمور شدم و من نخستین مسلمانم. قل ان صلاتی و نسکی، این آیه دلالت بر این دارد که قربانی
و نماز عبادت است. همه اعمالی که ما انجام میدهیم عبادت است. خواب ما، بیداری ما، کار ما اگر برای الله سبحانه و تعالی باشد، اگر مطابق با دستورات الله سبحانه و تعالی باشد، در حقیقت عبادت است و ما همه این عبادت ها را باید فقط برای الله سبحانه و تعالی انجام دهیم. و همچنین در سوره کوثر آیه 2 می‌فرماید که فصل لربک وانحر، پس برای پروردگارت نماز بخوان و برای او قربانی کن. پس طوری که ذکر کردیم دعا عبادت است و ما این عبادت را فقط باید برای الله سبحانه و تعالی انجام دهیم و کسی دیگری را با او تعالی شریک نیاوریم. یقینا به کمک طلبیدن دیگران در دعا بجز الله سبحانه و تعالی شرک اکبر محسوب می شود، زیرا دعا نه تنها بخشی از عبادت بلکه عبادت واقعی است. طوری که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیحی که در همه کتب حدیث روایت شده است می‌فرمایند که الدعاء هو العباده، یعنی دعا همان عبادت است. هر کس که این دعا را برای غیر از الله سبحانه و تعالی انجام بدهد مستحق دوزخ و عذاب پروردگار سبحانه و تعالی می شود. زیرا وقتی که ما دعا را برای غیر از الله سبحانه و تعالی انجام دادیم مرتکب شرک شده ایم که در سوره زمر آیه 65 الله سبحانه و تعالی می فرماید که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. به تو، یعنی به تو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر شرک ورزی، یعنی کسی را به الله سبحانه و تعالی شریک بیاوری، تمام اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود. نکته مهمی در این آیه مبارکه نهفته است که الله سبحانه و تعالی این فرض محال را برای این مثال میزند که به ما خطر این عمل زشت و این گناه بزرگ و این کاری که ما را از دایره اسلام خارج می کند و ما را مستحق عذاب و مجازات الله سبحانه و تعالی میگرداند برای ما بیان بکند که حتی تو ای پیامبر به فرض محال اگر تو هم شرک بورزی، به کسی را به الله سبحانه و تعالی شریک بکنی، چه در عبادت، چه در دعا، چه در نماز، چه در قربانی و از غیر از الله سبحانه و تعالی چیزی را بخوایی، تو هم همه اعمالت برباد می شود و از جمله زیانکاران خواهی بود. یعنی می خواهد به من و شما ای برادر و خواهر مسلمان بگوید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با وجود آن همه مقام بزرگ، با وجود این همه شخصیت والایی که دارن، اگر ایشان هم علیاذ بالله به فرض محال شرک بیاورن مستحق عذاب و مجازات می شوند. پس ما باید خطر این عمل زشت و خطر این گناه بزرگ را همیشه در نظر داشته باشیم و همه اعمال و همه کردار و همه رفتار خود را فقط برای الله سبحانه و تعالی انجام دهیم. خاصتا در مسئله دعا کسی را به الله سبحانه و تعالی شریک نگردانیم. مثلا همیشه بگوییم یا الله، بگوییم پروردگارا، بگوییم خدایا ما هست و میخواییم، رزق و روزی ما به دست توست، خوبی و بدی هر چی که به ما رخ میدهد به دست توست، فرزند دادن، پول دادن، منصب دادن، هر کاری که در این دنیا، هر واقعی که برای ما رخ میدهد به دست الله سبحانه و تعالی است. نه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نه امامان، نه اولیاء، نه صحابه، هیچ کس نمیتوانند به ما کوچکترین نفعی و کوچکترین ضرری برسانند. به شکل واضح برایتون بگوییم اگر کسی بگوید یا محمد، اگر بگوید یا علی، یا حسن، یا حسین، یا زهرا، یا به زیارتگاه ها برود، یا به قبرهای اولیاء الله برود و در آنجا از آنها چیزی بخواهد، رزق و روزی، یا آنها را واسطه بین خود و بین الله سبحانه و تعالی قرار داد، همه این اعمال شرک در عبادت است. همه این اعمال شرک در خواستن و در دعا کردن است، بلکه همه این اعمال را ما باید فقط برای الله سبحانه و تعالی انجام دهیم. حدیث شریفی است از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در صحیح مسلم روایت شده است که ایشان فرمودند من لقی الله لا یشرک به شیئا دخل الجنه، کسی که با الله سبحانه و تعالی روبرو شود در حالی که به او شریکی نیاورده است به جنت داخل می شود. و من لقیه یشرک به دخل النار، هر کس که به الله سبحانه و تعالی روبرو شود
در روز قیامت و به او تعالی کسی را شریک قرار داده باشد، این انسان داخل آتش جهنم می‌گردد. پس برادران و خواهران مؤمن و مسلمان ما همیشه به این هدایت و به این مسیری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به این راهی که با قرآن کریم و با سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما روشن شده است توجه بکنند. در سوره یوسف الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو ای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این راه من و پیروان من است. راه پیروان پیامبر چیست؟ همین قرآن کریم، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راهی است که الله سبحانه و تعالی از این راه در قرآن کریم می ستاید. و با بصیرت کامل همه مردم را به سوی الله دعوت می کنم. بگذارید بت‌ها را، بگذارید این زیارتگاه ها را، بگذارید این واسطه هایی را که بین خودتان و بین الله سبحانه و تعالی قرار داده اید، بلکه همه به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع کنید بر اساس این راه و روش روشنی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم برای ما بیان می کند. منزه است الله و من از مشرکان نیستم. یعنی از همه این اعمالی که شما به الله سبحانه و تعالی نسبت میدهید که کسی را با او شریک می کنید، کسی را در عبادت با او قرار می دهید، از همه این اعمال دوری بکنید و از جمله مشرکان نباشید. برادران و خواهران عزیز و گرامی، پس مفهوم عبادت در اسلام این است که ما هر چه می خواهیم و هر عملی که انجام می دهیم همه را برای الله سبحانه و تعالی انجام دهیم و عبودیت و اطاعت بی قید و شرط همه برای الله سبحانه و تعالی است و باید از او تعالی پیروی بکنیم. دوستان عزیز، اصل در عبادت پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی همه عبادت هایی که ما انجام میدهیم، چه عبادت جسمی باشد که در آن به اندام انسان ها تعلق دارد مانند نماز و روزه و حج و زکات و ذکر و قرائت قرآن کریم، و کارهایی که با قلب انسان تعلق دارد مانند ثنا و ستایش الله سبحانه و تعالی، شکر الله سبحانه و تعالی، محبت و خوف از الله سبحانه و تعالی، امید به الله سبحانه و تعالی، توکل به الله سبحانه و تعالی، صبر و شکیبایی، حفظ قلب از کینه و بغض و عداوت نسبت به مسلمانان، خاصتا نسبت به اولیاء الله مانند اصحاب و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. همه این عبادت ها را ما باید برای الله سبحانه و تعالی انجام دهیم. برادران و خواهران عزیز و گرامی، ما همچنین در عبادت خود و در دعای خود باید از کندی و از تندی پرهیز بکنیم، بلکه در حالتی باشیم وسط، همان وسطیتی که الله سبحانه و تعالی و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان کردند. زیرا الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 185 می‌فرماید که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله سبحانه و تعالی برای شما اراده آسانی دارد و برای شما اراده دشواری ندارد. و حدیث معروفی هم هست که سه شخصی به نزد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها آمدن و از ایشان درباره عبادات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن. وقتی که حضرت عایشه درباره نمازهای شب، روزه گرفتن و عبادات فراوان پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها ذکر کردن، این سه شخص برای خود اینطور تصور کردن که گویا عبادتی که ما انجام میدهیم در مقابل عبادت پیامبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله هستند و این همه شخصیت و مقام والا در نزد الله سبحانه و تعالی دارد چیزی نیست. پس یکی گفت که من همیشه نماز میخوانم و دیگری گفت که من همیشه روزه میگیرم و سومی گفت که من هرگز ازدواج نمیکنم و همه عمر خود را عبادت میکنم. وقتی این خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، آنها را طلب کردند و فرمودند که شما بودید که چنین و چنان میگفتید؟ من از شما با تقواترم، اما نماز میخوانم و میخوابم، روزه میگیرم و افطار میکنم و با زنها ازدواج میکنم. هر کس که از سنت من پیروی نکند از من نیست، یعنی از امت من نیست. پس ما باید در دعا و در همه عبادات خود وسطیت، یعنی متابعت از قرآن کریم و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در نظر بگیریم و از افراط و تفرید جلوگیری بکنیم و همیشه سعی بکنیم که همه اعمال ما بر اساس
دستورات الله سبحانه و تعالی و بر اساس سنت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم باشد. همچنین در نظر بگیریم که وقتی که ما عبادت میگیم یعنی تنها این نیست که ما برویم در گوشه مسجد بشینیم یا تنها تلاوت قرآن کریم بکنیم و یا تنها با اعمالی که مثلا در روزه و نماز و حج و غیره هست ما تنها با این اعمال میتونیم الله سبحانه و تعالی را عبادت کنیم. نه خیر، ما اگر که مؤمن واقعی باشیم، اگر که زندگی ما به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد، کار ما، محبت ما به برادران مسلمان ما، خدمتی که برای آنها انجام میدهیم، حتی خواب ما هم عبادت است. از بارگاه الله سبحانه و تعالی میخواهیم که به ما توفیق عنایت فرماید که عبادات ما مطابق قرآن کریم و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد و از افراد و تفرید جلوگیری بکنیم و سعی بکنیم الله سبحانه و تعالی را طوری پرستش بکنیم که در قرآن کریم و در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما ذکر نموده است. تا فرصت دیگر در پناه حفظ پروردگار متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.